خواهر مسلمان، با گمان این که تو را کسی نمی بیند با خیال راحت در شبکه های اجتماعی با مردان بیگانه صحبت های محرمانه می کنی، سخنان فحش و دشنامه های قبیح می کنی. از همه بدترش این که در پخش مستقیم برآمده خود را برای یک مردی که در نکاحش نیستی برهنه کرده نشان می دهی. پناه به خداوند. پس آیا از آن نمی ترسی که الله رب العالمین بر تو غضب کند و تو را شرمنده و رسوا کند؟ چرا با آبرو و ناموس پدر و برادرانت اینقدر بازی می کنی؟ آیا می دانی که وقتی آنها چنین کارهای زشت و ناروایی تو را ببینند چقدر احساس شرمندگی می کنند؟ مبادا از دست این فاسقان خدا بی خبر نوار برداری شوی و در شبکه ها همچون یک زن فاحشه شهرت یابی. پناه به خداوند. با این کار شما دیگر زنان مسلمان از زن بودنشان شرم می دارند. ببینید که همسر عزیز مصر زلیخا هم در پس درهای بسته میخواست حضرت یوسف علیه السلام را به دام گناه بکشاند، چطوره که این را قرآن خبر میدهد. ولی این کار زشت و ناروای او در تمام شهر آوازه شد. زلیخا به گمان این که در پس درهای بسته کسی او را نمی بیند اقدام به کار گناه کرد، ولی الله رب العالمین او را شرمنده و رسوا کرد که از این کار زشت او همه خبردار شدند. پس ای خواهر مسلمان، آیا از مکر الله در امان هستی که اینقدر بی‌پروا به یک کار گناه اقدام میکنی؟ آیا تو اینقدر بی ارزش هستی که با دو سخن یک مرد فاسق خدا بی خبر خود را برایش برهنه کرده نشان میدهی؟ مسلمانیت کجا شد؟ شرم و حیای تو که بزرگترین سرمایه زن است کجا شد؟ از الله بترسید خواهران عزیز، و بیش از این الله رب العالمین را به غضب نآرید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.